به نام خدا، عمران هستم. با یه فایل دیگه از فایل های وسایل در خدمت شما هستم. اگر اتفاقی وارد کانال یوتیوب ما شدین، بدونین که در این کانال کلی فایل آموزشی به صورت طبقه بندی شده در اختیار شماست که میتونید استفاده کنید. خب تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که عرش حاوی همه موجودات، یعنی اطلاعات، مطالب، صورت مثالی، صورت وجودی همه موجودات عالم هستی در عرش وجود داره. علم، تفصیلات، دستورات، احکام، فرامین، اطلاعات به صورت جزئی در عرش وجود داره و با این نتیجه گیری ها به این مقصد رسیدیم که عرش یک موجوده، همچنان که در حدیث امام علی در فایل قبلی براتون خونده بودیم که مخلوق مدبرون، یعنی یه مخلوقیه، تدبیر شده هستش، خلق شده هستش. شیء محدود، یک موجود محدوده، یعنی حد داره، اندازه داره. درسته که خیلی عظیمه، درسته که خیلی بزرگه، ولی برای خودش حد و اندازه داره. مثل خداوند بی حد و اندازه نیست. تمام ویژگی های خداوند از لحاظ صفتی، از لحاظ فعلی، از لحاظ اسمایی در عرش هست، آنچنان که مورد نیاز مخلوقات رتبه های پایین تر است. و چون عرش حاوی موجودات است، یعنی محتوای عرش شامل اطلاعات، حقایق، وجودات و تمامی مطالبی که سایر موجودات و مخلوقات دارن در عرش وجود داره، وجودهای آنها به طور مفصل در آن می باشد، یعنی وجودهای همه مخلوقات به طور تفصیلی، به طور جزئی در عرش هست. و در روضة الواعظین اسم یک کتابیه، روایتی است که بر همین نکته اشارت دارد. در این روایت از امام باقر علیه السلام از پدرش از جدش نقل شده است که فی العرش تمثال ما خلق الله فی البر و البحر، در عرش صورت مثالی، تمثال یعنی صورت مثالیه، آن چیزی که خداوند در دریا و خشکی خلق کرده وجود داره. اینی که ما در بسیاری از فایل های خودمون در منابع مختلف گفتیم که شما به عنوان یک مخلوق، به عنوان یک موجود فقط روی کره زمین حاضر نیستی، موجود نیستی، شما در همه عوالم وجود تا عرش و فوق عرش موجودی، صورت مثالیت اونجا هست. این از روایات ما میاد، این از حقایق نوریه که از کلام پیامبر ما و ائمه ما و بزرگان به اصطلاح معارفی ما نشأت گرفته میاد. فی العرش تمثال ما خلق الله، یعنی جمیع مخلوقاتی که در خشکی ها و در آسمان ها، در زمین ها، در دریاها، در همه عوالم هستی موجودند، مخلوق شدن، صورت مثالیشون با ویژگی های مثالی، نه ویژگی های فیزیکی عالم ماده، در نزد عرش هست و موجوده و اونجا هست، هستی داره، زندگی میکنه. قال و هذا تعویل قوله تعالی و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. منبع این حدیث هم بهار الانوار جلد 55 حدیث 54 هستش. خب در عرش صورت و نمونه آنچه خداوند در خشکی و دریا آفرید وجود دارد و حضرت امام باقر فرمود که این تعویل اون آیه است که میفرماید و ان من شیء الا عندنا خزانه، هیچ چیز در عالم نیست جز آن که منابع و خزانه نزد ماست و آن را به جز مقدار مشخص فرو نیاوردیم. پس عرش منبع و خزانه حقیقت مثالی همه موجودات عالم هستی در دریاها و خشکی هاست. حالا چرا میگه در دریاها و خشکی ها؟ منظوری اقیانوس آرام و اقیانوس نمیدونم اطلس و دریای مدیترانه و اقیانوس هند و اقیانوس اطلس جنوبی و شمالی و اینا نیست. این که یک زمینیه، روی زمین
دریاها و آبها و دریاچه ها و مثل زمین میلیون میلیون میلیارد وجود داره و اینها همه عوالم مادی هستند. عرش صورت مثالی همه عوالم مادی، همه عوالم معنوی و به اصطلاح قرآن رطب و یابس، یعنی هر خشک و تر، دریا و خشکی، یه اصطلاحه که از قرآن گرفته شده. در حضور عرش به صورت مثالی، به صورت تمثالی، به صورت تمثلی، با ویژگی های عالم تجرد تام در عرش وجود داره. آنچه در تفسیر دعای یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح که در بهار الاموال جلد 92 کتاب ذکر و دعا اشاره شده، معنیش این هستش که آنکه زیبا را آشکار نمود و زشت را پوشان، به همین نکته اشاره داره که به اصطلاح تمام صورت مثالی موجودات در حقیقت عرش نهفته شده و چون گستره عرش مجرد و مادی را در بر میگیرد، یعنی حقیقت عرش، حقیقت وجود و مقام و عالم عرش یک مقامیه، یک عالمیه که هم موجودات مجرد تام و هم موجودات مادی و طبیعت رو در بر میگیره، یعنی هر دوتا رو در خودش داره، خود یک موجود مجرد می باشد. یعنی چون این موجود به نام عرش هم مادیات رو در بر داره، هم معنویات رو، هم ماده رو در بر داره، هم فراماده رو، پس باید خودش یک موجود فرامادی باشه، نمیشه موجود مادی باشه، چون هم بحر و بحر به معنای عالم ماوراست و بر به معنای عالم طبیعت و ماده است. این زبان عرفانی قرآن. چون عرش بر و بحر رو در بر داره، پس نمیتونه خودش مادی باشه. ماده و فراماده رو در بر داره، پس نمیتونه خودش مادی باشه. تمثال همه موجودات درش هست، پس نمیتونه مادی باشه. پس او مجرد است. عرش مجرده، یعنی از قواعد ماده بیرونه. و چون گستره عرش مجرد و مادی را در بر میگیرد، خود یک موجود مجرد میباشد و لذا در آن فعلیت های تمام موجودات مادون، یعنی هر موجودی که 100 فعلیت یک انسان، 100 فعلیت یک درخت، 100 فعلیت یک سیاره، 100 فعلیت یک ملائکه، 100 فعلیت عوالم مختلف، کهکشان ها چجوریه در عرش وجود داره. یعنی از مرحله بذر در عرش وجود داره، نهال میشه در عرش وجود داره، صورت مثالیش درخت میشه صورت مثالیش وجود داره، میوه میده صورت مثالیش وجود داره، برگ میده صورت مثالیش وجود. همه مراحل این بذر به صورت مثالی با تمام تفصیلات در عرش وجود داره. از مرحله نطفگی تا مرحله جنین تا مرحله به دنیا آمدن و کودک شدن و نوجوان شدن و جوان و پیری و کهنسالی همه در عرش وجود داره و مراتب بعد از مرگ در عرش وجود داره. چون احکام تفصیلی، دستورات و مطالب تفصیلی، شما تصور کن عرش یک هارد باکسی که n تریلیون بایت حافظه داره و همه مطالب از 0 تا 100 اون تو هست. همه مطالب جمعی عوالم وجود مادون عرش، پایینتر از عرش هست و لذا در آن فعلیت های تمام موجودات هست. فعلیت یعنی
در فعلیت در مقابل قوه هستش. قوه یعنی شما استعداد داری، میتونی موسیقیدان بشی، میتونی راننده بشی، میتونی خواننده بشی، میتونی باسواد بشی، اما هیچ کدوم الان نیستی، نداری. ولی وقتی کار میکنی اونا رو محقق میکنی، یعنی به فعلیت رسوندی، یعنی تو فاعل اون امور هستی، اونها رو ایجادشون میکنی، اونها رو ظاهرشون میکنی. سواددار بودن، قوه باسوادی و خواندن نوشتن در خود ایجاد میکنه. ببین میگم به فعلیت در آوردن. راننده نیستی، راننده یاد میگیری، عمل رانندگی در خود به فعلیت میرسونی، فاعل عمل رانندگی میشی. ببین میگم به فعلیت رسوندن. پس به فعلیت رسوندن یعنی 0 تا 100 مراحل ثمربخشی یک کاری، یک اموری، یک موضوعی. این همش در عرش هست. ولذا در آن فعلیت های تمام موجودات مادون همچنان که نزد خداوند سبحان هست، برای او با تمام وجودشان حضور دارد. یعنی برای عرش هم هست. از این رو عرش از مراتب علم خداوند به شمار می رود. یعنی عرش یکی از مراتب آگاهی خداوند. بنابراین عرش علم فعلی به وجود هاست که موجودات در آن یافت می شوند. یعنی چی؟ علم فعلی یه وقتی هست که شما یه تصویری از یک خونه تو ذهنتون دارید، هنوز خونه در بیرون وجود نداره، درست؟ وقتی شما همین نقشه رو، همین تصویر رو میاید رو نقشه میکشید و بیرون اونو مهندس واسهتون میسازه، اون خونه میشه تصویر به فعلیت رسیده آن چیزی که توی ذهن شماست. خداوند علم و آگاهی داره در 2 مرتبه. یه مرتبه ای که علم خداونده، مثل همین تصویر ذهنی که ما داریم، فعلیت و عینیت بیرونی موجودات و اشیا نداشتن، به این میگن مرتبه علم. اعیان ثابته در این مرحله هست. یه مرتبه دیگه هستش که این چیزهایی که در علم خداوند هستش به فعلیت میرسه در بیرون، در بیرون وجود خداوند خلق میشن، تحقق بیرونی و تعین بیرونی پیدا میکنن. به این مرحله میگن به فعلیت رسیدن علم خداوند. عرش اون مرحله به فعلیت رسیدن همه موجوداتیه که تو علم خداوند بوده. به خاطر همین علم و آگاهی تفصیلی در مورد همه موجودات تو مقام عرش، تو عالم عرش و تو موجودی به نام عرش وجود داره. خب و از اینجاست که در اکثر روایات وارد شده از امامان معصوم علیهم السلام عرش به علم تفسیر شده است، مانند روایتی که کلینی در اصول کافی نقل می‌کند. سأل جاسری امیرالمؤمنین علیه السلام فقال اخبرنی ان الله عز وجل یحمل العرش ام العرش یحمله. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام الله عز وجل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و بینهما و ذلك قول الله عز وجل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا، که سوره فاطر آیه 41 رو حضرت اشاره کرده. چون این حدیث طولانی هست، من ترجمهش رو در 2 بخش میخونم براتون. جاسدیق از امیرالمومنین پرسید، گفت به من بگو، خبر بده، آیا خدای عزوجل عرش رو حمل میکنه یا عرش خدا رو حمل میکنه؟ امام فرمود، گفتم معنای حمل به معنای حمل فیزیکی نیست، شما مثلا یه لیوان رو حمل میکنید یا یه باری رو دوشتون حمل میکنید. گفتم معنای حمل معانی متعددی داره، به مرتبه های متعدد. مثلا حمل مسئولیت، بار مسئولیت ما میگیم یه طرف عهدهدار بار مسئولیت این اداره شد، این خانواده شد، یعنی مسئولیت این خانواده رو بر دوش خودش حمل میکنه. نه اینکه مسئولیت یک مثلا کیسه باشه که رو دوش این باشه، نه، یعنی این وظایف رو و این به اصطلاح کارها و امور رو رتق و فتقشون رو به عهده میگیره. در مورد عرش و رابطش با خداوند هم همینجوریه. اینطوری نیست که مثلا خداوند روی دوش یه موجودی یا روی یک صندلی نشسته باشه، اصلا بحث فیزیکی نیست. امام فرمود خداوند عزوجل حامل عرش و آسمان ها و زمین و آنچنان که در سوره اومده
آنچه در آنها و میان آنهاست می باشد و این گفتار خدای عزوجل است که فرمود خداوند آسمان ها و زمین را از اینکه نابود شوند نگه می دارد و اگر رو به زبان نهند جز او هیچ کس آنها را محفوظ نتواند داشت. او بردبار و آمرزنده است. اینجا جاصدیق سوال کرد. جاصدیق گفت پس چگونه خداوند فرماید و عرش پروردگارت را در آن روز بر فراز ایشان 8 ملک برگیرند و حمل کنند، در حالی که شما گفتید خداوند عرش و آسمان ها و زمین را حمل می کند؟ چجوریه که باز عرش و 8 ملک دیگه حمل می کنند؟ امام علیه السلام فرمود همان خداوند متعال عرش را از 4 نور آفرید. نور سرخی که در سرخی که هر سرخی از آن گرفته می شود. نگاه کنید وقتی این احادیث و شبیه این رو ما میخونیم، ما کلمات رو به اون چیزی که در دنیای مادی باش مانوس هستیم تعبیر میکنیم، در حالی که نور، وقتی کلمه نور رو شما میشنوید به یاد نور خورشید، نور لامپ، نور نورافکن، نور پروژکتور میافتید، به یاد نور موبایل میافتید. در حالی اینطور نیست. نور حقیقتیه در عالم هستی که از خودش شعور و از خودش آگاهی و از خودش وجود و علم داره. پس اگر تو روایات یا تو قرآن از کلماتی از این دست استفاده میشه، بدونید که باید معنی اصلی اون که مراد خداوند، مراد پیامبر و مراد ائمه است رو بدونید. حالا من تو فایل بعدی ادامه این حدیث رو براتون میخونم و توضیح